الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سوال آمده است که آیا در نمازهای فرضی یا نفلی عموما دعا کردن به زبان غیر عربی تاجیکی باشد یا روسی یا تتری و غیره جایز است یا نیست؟ البته دعا کردن در نمازهای فرضی و نفلی در عموم نماز در درون نماز با غیر زبان عربی جایز نیست و خصوصا در نمازهای فرضی دعاها اگر عربی باشد هم دعاهای غیر سنتی باشد بهترش انجام داده نشود، برای آنکه وقتی که ما میگیم که اشهد ان محمد رسول الله، شهادت میدیم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، در اینجا ما باید رسول الله را اقرار بکنیم، تصدیق بکنیم و الله را به نشان داده رسول الله عبادت بکنیم و الا نعبد الله الا بما شرع، یعنی الله را ما تنها و تنها به نشان داده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبادت بکنیم. چگونه که رسول الله نماز خوانده باشند نماز بخوانیم و چگونه دعا کرده و کدام دعا را کرده باشند همون گونه دعا و همون دعا را بگوییم. برای همین کتاب‌های در مسئله صفت نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته شده است و همه علمای محدثین و علمای اهل سنت و جماعت میگویند که انسان در درون نماز وقتی که میخواهد که دعا بکند باید دعایی ثابت شده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بکند. همون دعایی که رسول الله در سجده کردند شما هم همون دعا را در سجده بکنید. همون دعایی که رسول الله در بین دو سجده در جلسه کردند همون دعا را شما هم بکنید. همون دعایی که وقتی که رسول الله سمع الله لمن حمیده میگفتند میخوانند همون دعا را بکنید و همون ذکری که رسول الله در رکوع میکردند همون ذکر را بکنید، سبحان الملک القدوس و غیره. و همون دعایی که در آخر تشهد میکردن همون دعا رو بکنید. دعا باید به زبان عربی و باید از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و از سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و باشد. اما دعاهایی که به زبان عربی باشد هم از سنت نباشد بهترش در نماز فرضی انجام ندید. اما در نماز نفلی دعاهایی که عربی هست و هیچ مخالفتی به قرآن و سنت ندارد و دعاهای خوب است، اما در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وجود ندارد اما دعاهای خوب است و موافق قرآن و سنت هست، این دعا را خوانید جایز است در نمازهای نفلی. اما با غیر زبان عربی دعا کردن و خصوصا دعاهایی که از قرآن و سنت نیست و با زبان غیر عربی هست البته در درون نماز انجام دادنش جایز نیست. سلام میدهید و بعد از سلام دادن و بعد از نماز بیرون شدن البته به زبان خودتون از الله سبحانه و تعالی میپرسید، باکی ندارید.